شمع تاریخچه‌ای بسیار قدیمی و جالب دارند که به هزاران سال پیش برمیگردد. حدود 3000 سال پیش از میلاد مصریان باستان اولین نمونه‌های شمع مانند را ساختند. آنها نیهای توخالی را با چربی حیوانی پر می‌کردند و به عنوان منبع نور استفاده می‌کردند. رومی‌ها شمع‌های واقعی با فتیله را اختراع کردند. آنها از پارچه پیچیده به دور چربی حیوانی یا موم زنبور استفاده می‌کردند. در قرون وسطی موم زنبور جایگزین چربی شد و شمع‌ها بوی بهتری پیدا کردند. هرچند گرانتر بودند و بیشتر در کلیساها و خانه‌های ثروتمندان استفاده می‌شدند. در قرن 18 و 19 با کشف اسپرم ستی، ماده مومی از نهنگ اسپرم، شمع‌هایی با کیفیت بالاتر ساخته شدند. در قرن 19 با پیشرفت صنعت و استخراج پارافین از نفت، شمع ارزانتر و فراگیرتر شد. امروزه شمع بیشتر جنبه تزئینی، مذهبی و معطر دارد تا روشنایی، چون برق جای آن را گرفته است. روشن کردن شمع می‌تواند روی احساسات و حال و هوای آدم اثر زیادی بگذارد، چون ترکیبی از نور، بو و حتی صدا ایجاد می‌کند. شمع به آرامش و کاهش استرس کمک می‌کند، ایجاد حس رمانتیک و صمیمی می‌آورد، تمرکز و مدیتیشن، خاطرانگیزی و حس نوستالژی، انرژی معنوی و بسیار موارد دیگر. اما بسته به جنس شمع و شرایط استفاده ممکن است عوارضی هم ایجاد کند، به خصوص اگر تربیه محیط خوب نباشد یا شمع کیفیت پایینی داشته باشد. شمع‌های پارافینی ارزان قیمت از مشتقات نفت ساخته می‌شوند و هنگام سوختن می‌توانند ذرات معلق و مواد شیمیایی مانند بنزن و تولئون آزاد کنند که در صورت استنشاق طولانی مدت برای دستگاه تنفسی مضر است. فتیله‌های فلزی قدیمی. برخی شمع‌های قدیمی یا بی‌کیفیت فتیله‌هایی دارند که با سرب یا فلزات دیگر تقویت شده‌اند. دود حاصل ممکن است سرب وارد هوا کند. در بیشتر کشورها امروزه ممنوع است. شمع‌های معطر با اسانس مصنوعی می‌تواند مواد تحریک کننده چشم، بینی و گلو آزاد کنند و برای افراد آسمی یا حساس به بو مشکلات تنفسی ایجاد کنند. خطرات فیزیکی، سوختگی، آتش‌سوزی و ذوب موم روی پوست. راهکار برای کاهش خطرات: استفاده از شمع‌های موم زنبور یا موم سویا به جای پارافین، انتخاب شمع‌هایی با فتیله پنبه‌ای یا چوبی، روشن کردن شمع در فضای دارای تهویه مناسب، محدود کردن مدت استفاده، مثلا کمتر از 3-4 ساعت در روز. این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. کانال ما را سابسکرایب کنید و در کامنت نظراتتان را برای ما بنویسید.